خب دوستان عزیز، همکنون پهلوان خلعت سفید داشته تاجیکستان تیمور رحیموف با پهلوان آذربایجانی هوشنگی کاکاوری روی گلیم آمدند و رقابت را هر دو ادامه میدهند برای گذشتن به دور دیگر که اونجا برای نشانی برنجی مبارزه خواهند برد. خب میبینیم که تیمور رحیموف مقابل این صاحب تجربه، این پهلوان ناماشنای آذربایجانی چگونه مهارت و ملکه خود را نشان میدهد. خب هر دو البته از احتیاط کار میگیرند و تنها انتظار میشوند همان لحظه ای که برایشان موفق باشد. اینجا پهلوان آذربایجان میخواست اولین شده اجرای اصول کند، ولی تیمور به او اجازت نداد. خوب، پهلوان آذربایجانی 30 ساله است دوستان عزیز و چون گفتیم اشتراکش در مسابقه های مختلف خیلی زیاد است. خب اینجا به خاطر کم فعالی به هر دو داور شیدو داد و شاید بعد از این شیدو هر دو کمی فعالتر گردند و کوشش کنند که یک رقابت ارزنده را نشان دهند. در گرند اسلم پاریژ که اولین گرند اسلم در سال 2022 بود، همین پهلوان آذربایجانی که مقابل تیمور نیروسنجی کرده ایستاده است. خوب، اینجا تیمور میخواست حالت در زمین نگاه داشتن یا عصای کمی را استفاده برد ولی موفق نشد، وگرنه گمانم برای این پهلوان آذربایجانی دیگر شانس باقی نمیموند. پهلوان آذربایجانی را گفتیم در گرند اسلم پاریژ خود همین سال که 5 فوریه برگزار گردیده بود مقام دوم را اشغال کرد و در دور نهایی شکست خورد. در پرتغالیا همین سال در گرند پری مقام هفتم گرفت. در باکو گرند اسلم سال 2021 مقام سوم دارد و در گرند اسلم پاریژ سال 2021 مقام پنجم. یعنی نتیجه هاش چندان بد نیست، یعنی خوبتر است. اینجا یک حرکت تیمور بود دوستان عزیز. خوب نزدیک بود برای تیمور امتیاز بیارد همین پرتافت، ولی با موفقانه به انجام نرسید. حرکت، تلاش برای راه یافتن برای نشانی برنجی، هر دو این پهلوان باید هرچی زیادتر تلاش کنند. برای تیمور رحیموف البته مقابل این پهلوان صاحب تجربه هنرنمایی کردن یکم دشوارتر هم هست، ولی باید اینجا تلاش شود، کوشش بیشتر شود. تا امتیاز به دست بیاید. خوب، دقیقه های اساسی آزمایی هر دو این پهلوان با ایستگی به خاتمه خود نزدیک می شوند، ولی تا کنون ما امتیازی را ندیدیم در همان نمو لوحه یا تابلو که هر دو این پهلوان صاحب شده باشند، با جز آن آگاهی هایی که به خاطر کمفعالی به هر دو داور داده بود. بار دیگر شروع میکنند هر دو پهلوان. خوب، اینجا با ایستگی تیمور فعال میگردد و کوشش میکند که یک حالت موفق را استفاده برد، ولی این گونه عمل کرده که او میخواست برعکس شد. هوشنگی خواست ضد حمله را استفاده برد.
ана ҳамин гуна партов барои мо лозим буд дӯстони азиз. офарин ба Темур Раҳимов ки билохира тавонист ин ҳарифи пуртаҷрибаашро аз садди роҳи худ бардорад ва барои нишони биринҷӣ мубориза барад. хуб, беҳтар аст, ба ҳар ҳол хубтар аст ки мо паҳлавони маҳбуби кишварро барои нишони биринҷӣ мебинем, мубориза мебарад. хуб, дар ин ҷо дӯстони азиз мо